میخوام بهتون یاد بدم که چطوری موهاتون رو فرفر خوشگل کنید، چه موهای خودتون فر باشه چه موهای حالت داره داشته باشید. وقتی تو حمومید نرم کننده استفاده میکنید یا ماسکی مو، هیچ فرقی نداره. ماسکی موتون رو نرم کننده‌تون که زدید، بعد از آب کشی کردن زیر دوش موهاتون رو به بیرون، یعنی اون از این ور شروع کنید. میاد بیرون، حالا لوسیونتون هر چیزی هست که میذارید، یه ذره میذارید آب موهاتون خوش بشه، به این حالت در بیاد، نه خشکه نه خیسه، و مدام سعی میکنید که این حالت رو به موهاتون بدید. من از ژل استفاده میکنم، یه موقع‌هایی موس میزنم، یه موقعی ژل میزنم. اینقدر ژل برم میمانم کف دستم و دوباره به این حالت فور میدم. ببینید من یه عده رو میبینم صاف میکشم پایین، چون میمالن یه ریمون. اینه برای نسبت به حجم موهاتون یا سشوارتون این متغیره، میتونه کوتاه باشه یا میتونه بلند باشه. سر سشوار رو اینجوری میکنیم توی و میذاریم روی بیشتری حالت ممکن. اینم میگم که هر 5 ثانیه بری میکنیم. نگاه کنید ببینید من چه خب دخترها، اونطوری که بهتون گفتم اگر موهاتون رو خوش کنید یه موهای فرفری با این حجم زیاد بهتون میده. این مدلی موهای من خیلی بلند وقتی فر میشه کوتاه میشه. و اینکه این اسپری رو حتما اگر تونستید تهیه کنید، به شدت خوشبوه و مناسب موهای فر رنگ آبیش. و یه چیز دیگه، کسایی که به نگاه منو دیده باشن قشنگ میفهمن که پوست من چه تغییراتی کرده. من از اوردینری استفاده کردم که توش زینک و نیاسینامید نیاسینامید داره با زینک 10%. هر موقع که پوستتون تمیز بود